باشه. ما امروز در رابطه با 3 تا واژه مقدس صحبت کردیم. یکیش چی بود؟ عشق، یکیش خانواده و یکیش چی بود؟ یادتون میاد؟ در رابطه با سلامتی گفتیم. یکی از اون رازها و کلیدهای سلامتی میدونیم چیه؟ سلامت دندان. رسیدیم به بخش پزشکی که میخوایم در رابطه با سلامت دندان صحبت بکنیم، مراقبت‌های ویژه و راه‌های پیشگیری که میتونیم حفظ بکنیم دندانمون رو و به تبعش بدن سالمی داشته باشیم. آقای دکتر روشنطلب مهمان ما هستن. ایشون فلوشیپ ایمپلنت هستن، دندان پزشک. خیلی هم خوش آمدن. من بگم دکتر روشنطلب حقانی. ما بیشتر دکتر به اسم آقای دکتر حقانی تو برنامه هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. ارادتمندم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همه بیننده‌های عزیز برنامه بخاره برمیگردیم در خدمت. متشکرم. آقای دکتر با توضیحی که خانم پور ابراهیم دادن من یه ذره عقب گرد بکنم نسبت به فلوشیپ شما، یعنی نمیخوام راجع به ایمپلنت اصلا صحبت بکنیم. بریم یه خورده راجع به یک نگاه پایه‌ای به دندان و حفظ اون و پیشگیری از عوارض دندانی با هم دیگه صحبت بکنیم. فکر می‌کنم این مقدم تر از بسیار سلامت باشید. رسالت هر دندان پزشکی و آموزش‌هایی که ما دیدیم به این اصل برمیگرده که ما آموزش‌هایی رو بدیم که دندونی دچار آسیب نشه و به دندان پزشکی نرسه. لذا امروز مسائل کاربردی رو مطرح می‌کنیم. شاید عزیزانی که بیننده برنامه ما هستن راجع به مسواک زدن، نخ دندون و امثال هم زیاد شنیده باشن. ما امروز می‌خوایم اون نکات کنکوریش رو مطرح بکنیم که کاربردی باشه و قابل استفاده. خیلی عالی. مهمترین چیزی که وقتی ما راجع به حفظ و نگهداری دهان و دندان باهاش شروع میکنیم بحث مسواک زدنه. خب خدا رو شکر فرهنگش در جامعه ما جا افتاده، امکاناتش در اختیار همه هست. پدر مادرها از همون بچگی کمک میکنن که فرزندشون تو این مسیر قدم برداره، آموزش ها رو میدن، کنترل میکنن. اما چی باعث میشه که ما مسواک میزنیم اما باز هم دندون هامون دچار پوسیدگی میشه؟ نکات بحث مسواک زدن رو واردش بشیم. یادمون باشه که ما 2 بار در روز اگر مسواک بزنیم در طول 24 ساعت بسیار عالی و کافی است. اما روش مسواک زدن برای ما خیلی حائز اهمیته. از روش درست استفاده کنیم. حالا اگر انشالله فرصت بشه مثل جلسات قبلی که چند سال پیش در خدمت بودم، روش صحیح مسواک زدن رو ماکت آموزش خواهم داد. بسیار مهمه. اما اینقدر امروز بدونیم که مهمترین وعده مسواک زدن آخرین کار قبل از خواب هستش. یعنی بعدش دیگه غذایی رو میل نکنیم. اگر مسواک زدیم بعدش چیزی میل کردیم، حتی یه مایعاتی که مثل شیر و امثال هم باشه، این میتونه باز مسواک ما رو تا حدود زیادی خنثی بکنه. یعنی موجب فساد دندون میشه. 100%. بنابراین یادمون باشه مهمترین آخرین کار قبل از خواب هستش. یه بار هم بعد از صبحونه صبحا که از خواب بلند میشیم میتونیم مسواک بزنیم. مسواکمون نرم باشه، خمیر دندونمون حتی الامکان سفید کننده نباشه. اگر سفید کننده است فقط هفته 2 دفعه مجاز هستیم که از این خمیر دندون استفاده بکنیم. فشار زیادی با مسواک روی دندون ها و لثه ندیم که باعث تحلیل نشه. خب یه مسواک زدن درست بدونیم، اینو فقط تو پرانتز میخوام بگم راحت بشم، بین 7 تا 10 دقیقه طول میکشه. پس اگر خارج از این داریم عمل میکنیم بدونیم یه سری اشکالاتی در مسواک زدن هست که بعداً جلسات آینده انشالله توفیق باشه توضیح میدم. 7 تا 10 دقیقه یک بار مسواک زدن. خارج از شما چند دقیقه طول میکشه مسواک زدن؟ معمولاً 4 دقیقه طول میکشه، ولی دکتر اکثر غیبت واقعا مردم زیر 1 دقیقه مسواک میزنن. میخوایم اینجا یه کارت اعتباری به مخاطبین خودمون بدیم، اونهایی که مثل من کم حوصله‌اند، 2 دقیقه 3 دقیقه مسواک میزنن و تمام. آنچه که 3 برابر مهمتر از مسواک استفاده از نخ دندون هستش. این میشه همون کارت اعتباری ما. حتما باید کنارش باشه یا میتونه نباشه؟ یادمون باشه مسواک فقط سطوح دندون رو تمیز میکنه و یه مقداری زیر لثه. بین دندون فقط و فقط با نخ دندون تمیز میشه. در واقع اون چیزی که گارانتی سلامت دندون‌های ما هست استفاده از نخ دندونه. نخ دندون هم آخرین کار قبل از خواب. نخ دندون رو عادتی استفاده نکنیم. این همون نکته کنکوریشه. یعنی ما میدونیم یه جاهایی گیر غذایی داریم، فقط اون جاها تمیز نشه. مثل مسواک از یه سمت شروع کنیم برسیم به سمت مقابل. شاید 3-4 دقیقه زمان میبره اما کمک میکنه که ما دندون هامون سلامت باقی بمونه. امتحان کنیم.
این پاسخ همه مراجعه کننده های عزیز هست که میگن دکتر من که هر روز دارم مسواک میزنم، چرا هر دفعه که به دندان پزشک مراجعه میکنم کلی پوسیدگی داخل دهان دارم؟ علت استفاده نکردن صحیح از نخ دندون هست. این که میگیم صحیح، هم روش که عرض کردم نکتهشو و هم زمانش، آخرین کار قبل از خواب باشه. یک بار دکتر ممکنه نخ دندون درست استفاده نشه باعث التهاب لثه بشه؟ ببینید باز این هم یک آموزشی میخواد. همراه مسواک زدن ما همیشه این رو توضیح میدیم. 40 سانت نخ دندون رو استفاده میکنیم، دور انگشت‌های اشارمون و شست و بین دندون قرار میدیم. نکته اینجاست، حالت اره‌ای عقب و جلو میکنیم نخ دندون رو تا آروم بین دو تا دندون قرار بگیره. یه دفعه حلقه میشه دور دندون جلو، یه دفعه دور دندون عقب بالا پایین میکنیم، صدای تمیزی رو میشنویم و نخ دندون رو خارج میکنیم. این میشه روش صحیح مسواک زدن. اگر این حالت اره‌ای انجام نشه، یه دفعه نخ دندون رها بشه، به لثه میتونه آسیب بزنه. خب من مسواک میزنم، نخ دندونم استفاده میکنم، میخوام یه پله، یک مرتبه بالاتر بهداشتم رو رعایت کنم. میشه استفاده از دهانشویه. خب بلا فاصله یه سوال مطرح میشه، چه برندی استفاده کنم؟ قاعده کلی همه افرادی که میخوان از دهانشویه استفاده کنن لطفاً از دهانشویه های بدون الکل استفاده کنن. پس من مراجعه میکنم به داروخانه، به همکار داروسازم، وقتی مراجعه میشه میگم که دهانشویه بدون الکل به من بده. دهانشویه که حاوی الکل هستن فقط ما مجازیم 2 هفته از اینها استفاده کنیم. چرا؟ چون کل فلور میکروبی داخل دهان رو از بین میبرن. یعنی هم میکروب هایی که بیماریزان، هم میکروب های غیر بیماریزا که مفید هستن برای محیط دهان من. دهانشویه چند بار؟ معمولا 2 بار در روز و هر بار 1 دقیقه داخل دهان میگردونم. امتحان کنیم دهانشویه رو، ببینیم چه لذتی به ما میده، چقدر محیط دهان آرام و فرش میشه. آب نمک این کار نمیکنه؟ چقدر سوال قشنگی پرسیدید. مسواک، نخ دندون و بعد دهانشویه. همه ما دندان پزشکا شستشوی دهان رو خیلی دوست داریم. این شستشو میتونه با یه آب معمولی باشه. خیلی مقالات زیادی در دنیا امروز نداریم که شستشو با آب نمک میتونه خیلی متفاوت باشه. اختلاف با آب معمولی خیلی زیاد نیست. نکته ای که برای کسایی که از آب نمک استفاده میکنن بایستی توضیح داده بشه این هستش که نباید افراد فشارخونی از آب نمک استفاده کنن، چون این نمک از مویرگ‌های زیر زبون جذب میشه، نتیجه میتونه فشارخون رو بالا ببره. من یه فرمول ساده همیشه پیشنهاد میکنم، دوست دارم بیننده‌های عزیز هم از این فرمول ساده که میتونه بی نهایت مؤثر باشه استفاده بکنن. همیشه یه چیزی رو که میل میکنید، غذای میل میکنید، بعدش آب مینوشیم، بله، با همون قلوب آخر آب داخل دهان بگردونیم و بعد قورتش بدیم. 3 تا مرحله رو با هم رفتیم: مسواک، نکات کنکوریش، بله، نخ دندون و دهانشویی. آیا راهکارهای دیگه ای هست که ما مراقب دندون هامون باشیم؟ بله، وسایل ترجیحی هست که معمولا در افرادی که ایمپلنت استفاده شده براشون توصیه میشه و اونم استفاده از دستگاه واترجت که آب رو با فشار میزنه، زیر لثه رو تمیز میکنه. بیشتر به اونها توصیه میشه و افرادی که مشکلات لثه‌ای دارن. اما من میخوام یه نکته خیلی مهم رو اینجا مطرح کنم. تغذیه هم بسیار بسیار میتونه برای ما مفید باشه. یعنی چی؟ پروتئین خیلی استفاده کنیم، کربوهیدرات کم استفاده کنیم و نه، اصلا نمیخوام راجع به اینا صحبت کنم. اسید یا قلیاییش میخوام بگم تغذیه‌مون به موقع باشه، درست در زمانبندی مناسب. مثلا میخوام برم بخوابم، یه شکلات برای اینکه مزه دهنم عوض بشه میجوام و میرم میخوابم. این شکلات در واقع مواد قندیه، روی دندونها قرار میگیره تا صبح، تمیز نمیشه. میکروب استرپتوکوک موتان که عامل ایجاد پوسیدگی تغذیه میشه توسط این شکلات و در نهایت میتونه ایجاد پوسیدگی بکنه. چیپس استفاده میکنم، این چیپس چسبندگی بسیار زیادی داره و نتیجه این که اگر زمانی استفاده بشه که من از فاز تمیز شدن دهان توسط جویدن مواد غذایی دیگه یا رعایت بهداشت مثل مسواک خارج شده باشم، میتونه به راحتی مخربتر باشه نسبت به زمانهای عادی. پس چیپس، پفک، شکلات استفاده بکنیم، اشکال نداره، کم و به موقع. این خیلی حائز اهمیت. یه سوال همجا بپرسم.
این تأکیدی که حالا ما روی مسواک زدن و فرم اون داریم که حالا شما در مورد خمیر دندان هم خواهش می‌کنم یه توضیح بدین. فقط فرمودید که سفید کننده هفته 2 بار. بله. مسواک‌های برقی این روزها آیا میتونه کارایی مسواک‌های دستی رو داشته باشه؟ آقای دکتر نظری همیشه سوالای تخصصی بیننده بود می‌پرسن چقدر زیباست و چقدر کمک میکنه. ببینید درست تا 2 سال پیش مقالاتی که در دنیا مطرح بود راجع به مسواک برقی میگفت هیچ اختلاف قابل توجهی بین استفاده از مسواک برقی و مسواک دستی نیست، به شرطی که مسواک دستی درست و با روش درست استفاده بشه. 2 ساله که مقالات اومدن گفتن که اینجا یه اختلاف در نتیجه بین مسواک برقی و مسواک معمولی وجود داره و درصدی مسواک برقی میتونه بهتر باشه. اما یادمون باشه مسواک برقی بیشتر برای افرادی توصیه میشه که مثل من خیلی حال مسواک زدن رو ندارن، 1. 2. روش صحیح مسواک زدن رو خوب نمیدونن. 3. یادمون باشه وقتی از مسواک برقی استفاده میکنیم همه حواسمون به این باشه که مسواک رو خیلی روی لثه و دندونها فشار ندیم، چون اکثر مسواک های برقی که امروز در دنیا وجود دارن سختی برس‌هاش متوسط هستش. راجع به مسواک همینجا این پرانتز رو باز بکنم که همه ما بهتر از مسواک نرم استفاده کنیم. بنابراین اگر متوسط یا سخت داریم از امروز بذاریم کنار. نرم. همه ما بایستی از مسواک نرم استفاده بکنیم. اما بریم سراغ خمیر دندون. این توضیح هم بدم. مواد ساینده خمیر دندون اگر بالای 40% باشه اون خمیر دندون رو ما بهش میگیم سفید کننده. بنابراین توصیه‌مون این بود که اگر سفید کننده می‌خوایم استفاده کنیم 2 بار در هفته، چون باعث سایش میشه. خمیر دندونی که استفاده می‌کنیم خارجی باشه یا ایرانی 100% ایرانی. چرا؟ تا چند سال پیش ما این رو تأکیدی نمی‌گفتیم، امروز تأکیدی میگیم. ما به لطف خدا خوشبختانه امروز خمیر دندان‌های ایرانی بسیار درجه 1 داریم. درجه 1 رو چطور می‌خوایم تعریف کنیم؟ استاندارد میزان فلورایدی که داخل خمیر دندون وجود داره یه چیزی نزدیک به 150 تا 300 پی پی ام فلوراید بایستی در خمیر دندون وجود داشته باشه. خوشبختانه بعضی از برندهای خوب ایرانی دارن این میزان رو، این استاندارد رو رعایت میکنن. خود منم از خمیر دندون ایرانی استفاده میکنم و مسواک نرم. خمیر دندون رو کم روی مسواک بذاریم. نیاز نیستش که ما سر تا سر مسواک رو پر از خمیر دندون بکنیم. این باعث میشه که ما زودتر از مسواک زدن خسته بشیم. حالا نکات رو اینها رو راجع به خمیر دندون و مسواک اگر توفیق بود توی جلسه دیگه مفصل میگم. میخوام برسم به ادامه بحث اون جایی که به ما توصیه شده همیشه توسط دندون پزشکا که لطفاً هر 6 ماه تا 1 سال 1 بار حتما ویزیت بشیم و یه چکاپ انجام بشه. چه فایده‌ای داره؟ داشتن سوال میپرسیدن قبل از شروع برنامه از من که دندونی که به شیرینی حساسه آیا نیاز به مراجعه داره؟ گفتم این شروع پوسیدگی است. بله. گفتن اورژانس هست یا نه؟ این خیلی سوال خوبیه. اگر ما تو همین برهه زمانی مصاحبه میکنم مراجعه بکنیم به دندان پزشک با یه ترمیم ساده مسئله حل خواهد شد. اگر این رو به تعویق بندازیم احتمالاً نیاز به عصب کشی هم خواهیم داشت. اگر باز هم به تعویق بندازیم باز روکش هم بشه و در نهایت ایمپلنت. پس اگر ما میخوایم در اقتصاد خانواده در بحث هزینه‌های دندان پزشکی صرفه‌جویی کنیم یکی از مهمترین راهکاراش مراجعات سریع هست. یه نکته کوچیکم آخر بگم. در دنیا داره استفاده میشه، برای ما خیلی مهمه. فلوراید تراپی نکته‌ایه که ما همیشه توصیه میکنیم بعد از درمان‌های دندان پزشکی برای بچه‌ها برای بزرگسال انجام بشه. کمک میکنه که تا 6 ماه ما بیمه بشیم نسبت به پوسیدگی. آیتو خیلی متشکرم. ممنونم از شما. متشکرم. به لحظات ملکوتی از آن مغرب و تهران نزدیک میشیم. به همین خاطر با سرعت از آیتو خداحافظی میکنم. ان شاءالله بعد از پخش اذان و نیایش با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.